این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. سمنک غذای آزادگان. آغاز گفتار 35. دوستان ارجمند، من چند نکته را در باب ماه اسفند، نقش زنان و سمنک برای شما پیشنهاد میکنم که قسمتی از نوشته های دانشمندان است و از قسمتی از مشاهده های مردم کهن‌زر. برای درک باوری بخش واژه باید به ماهیت و شرایط محل نیز نظری عمیق انداخت. در کهن‌زر که متنها کم باقی ماندند، میتوان تنها به خاطره تاریخی نقل و روایت های مردمی توجه کرد و حدس زد. ولی در شهرستان ها اوضاع کاملا دیگر بود. در اینجا علم ستاره شناسی گاه شماری رواج داشت و آمد و رفت تجارت پهلوهای روزگار را روشن‌تر میکرد که از حکمت غذایی فرشتگان پیخست شدند و ژرف‌تر رفتند. باید شرایط طبیعی، محیط و دیگرگونی‌های واقعی را نیز به اعتبار گرفت. در کهن‌زر آیین و جشنواره‌ها در اکثر وقت در حالت ابتدایی و تغییر نخورده باقی میماند. یعنی دیهات و کهن‌زر کنسرواتیو است و اصولها و مشاهده های پیشین را در بغل استوار نگاه می دارد و از نظر این شیوه بهتر و برتر است. گاهشماری و ماهروز که این ایجاد اندیشمندان شهرستان است، آخرین ماه سالشماری خورشیدی را با عملهای نیک و آسمانی زنان پیوستند. یعنی احساس کردند که اسفند، اسفندارمد، اسفندارمز با صفت و خاصیت و فعالیت زنان در رابطه‌اند. مستقیم ماه زنان بانوان ماه اسفندارمز است. در این ماه زنها سیر تردد می شوند و خوب می دانند که ماه دوشیزه های زیبا و نوروز با نزاکت و نفاست جشن آنهاست. در ماه اسفند در دهه نوروز سمنک می نهند و از سبزش غله‌دانگی در سال دراز از همین ماه نتیجه می گیرند. یعنی عملی فال برداشتن به زنها واگذار می شود. خیلی مهم است که در مراسم زنهای پاک و پارسا شرکت می ورزند. و اگر توجه کنید این همه به جهان بینی خیلی کهن در پیوندی است. اسفند ماه آمادگی و تولید دارد. طبیعت نیز پخته رسیده که همین زمان همه چیز را می رویاند و واقعا پیش نظرها جلوه می دهد. مثل زن ماه و روز یا پا به ماه است که هنگام زاییدنش رسیده. در این مورد از ادبیات کهن دلیل داریم که اسفندارمز فرشته است
و زن و کدبانوی پاک نیز بوده است. در دانشنامه مزده یسنا زنی نیک، آموزش دیده، پارسا و فرمانبردار شوهر و سپردارمز یکی از انوشاسپندان جاویدانی، مظهر محبت و نمونه فروتنی آمده است. از این رو ایشان را کدبانو می‌خوانند. نه همه این چنین عنوان دارد، چنانکه در میان مردم شهرت دارد: زن زیاد و کدبانو کمچین. و در قرآن قاطع تأکید می شود کدبانو در اصطلاح زنی را گویند که معتبر و موقر باشد و سامان خانه را به وجه لایق کند و پیش منجمان دلیل جسم است، چنانکه کدخدا دلیل روح. این اندیشه به یونانیان نیز رسیده که کدبانو را چشمه زندگی، سپندآموز را پشتیبان بانوان خوشکرام شناختند و رسالتش در عالم مادی نگهبان زمین و زنان نیک بوده است. سپند که صفت است، مقدس معنی داد می شود. وظیفه دیگرش آن بوده که عالم را خرم و آباد و بارور نگه می دارد. مظهر وفاست و اطاعت و صلح و سازش. هر کی مرزه را سبز کند، خاک را آباد گرداند، خوشنودی فرشته را فراهم کرده است. شنونده ارجمند، مگر این خصلت‌ها خاص زنان پزنده نیست؟ گمان ما که سخن از باب توأم بودن زن و زمین و فرشته می رود که حامی زن‌هاند و رسالت پختن غذای مقدس را به بانوان فرمودند با ادای شرط و شرایط، رمزها و مسئولیتی خاصه. روند و آماده کردنش ما را به این اندیشه تلقین می کند. در دهه عید زنان سال دیده، تجربه اندوخته، پارسا و پاکگوهر گندم را در تشت‌ها و ظرف‌های خاصه می خوابانند. آنها را در دهات سمنگمانان می نامند. در یک هفته میسته می دمند و مثل عروس زیبا می شود. بعد در هاونها کوفته آبش را جفیده و پالیده در دیگها می اندازند. در مراسم سمنگپزی چند نفر زنان برگزیده گرد آمده با نیت نیک و دعا و آرزوها آتش می گیراندند. زنان بیمار و ناپاک راه دادن نمی شدند. بیگانگان و اشخاص تصادفی را نیز راه نبود که پای نغلطد. اگر پیدا شود فال نیک نبود و به قول زنان کوهستان سمنگ از دیگ می پرید. این عادت را در پختن شیر نیز رعایت می کردند که شیر سر می رود یا می برد. یعنی عنعنه مهم مدام با نوبت کافتن دیگ بود. تگ دیگ باید نگیرد، یعنی سمنگ نسوزد. برای پیشگیری 7 سنگ یا چارمغز را درون دیگ می پرتافتند. معلوم است که با سوختن سمنگ ترکیبش ویران می شود و بوی نافارم پهن می گردد. این یک نوع ممنوعات جدی بود، چه که سمنگ غذای پاکان است و با چشیدنش آرزو و آرمان می شکنند. از سالخوردگان شنیدم که هیزم سمنگ را قبلا آماده می کردند و آن هم از برز، ارچه، زرنگ، پیسته و بعضا بید. برای آن از درختان آزاده استفاده می کردند که مواد پخته بوی بد نبردارد و قبل آنها دود نگیرد و نافارم نشود. رعایت این رسم به طعم غذا اثر می کند. مردم تاجیک به خصوص زنها تخیلات عجیب دارند. هر منطقه حصار، رشتان زمین، سوق، زرفشان و کلاب و وخشان و بدخشان با شیوه و لحن و بافته های شیرین خود غذای بهاری را صفت می کنند. توجه کردید که انگشت خرد را به آن می زنند، می چشند و نیت می کنند. مرادها حاصل و تا نوروز دیگر بی درد و بی غم خداوند ما را رساند، که در بیت مردمی نیز استفاده می شود. ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. زنان پارسا و پاک را یک شبانه روز خور و خوابشان دور دیگ بود. سرود و ترانه ها می خواندند، دف می زدند. مثل سمنگ در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. گویا در گوش غذا سرور می خواندند که در خود آرمان و شادی و نشاط را فرا بگیرد و ناقل سعادت و کامگاری باشد. و دف نیز در گذشته ساز عادی نبوده است، چه آن را رمز و نماد شادی و سرور نامیدند. در کافتن دیگ درد و غصه، کینه و دیگر نمونه های بدی
از دل و هوش رانده می شد. طرز آماده کردن سمنک در کوهمنظری رشت و ختلان و فیض‌آباد در وازوونج دیگرگونه است. طوری که گفته شد کدبانه ها سمنک را به شکل کلچه در تنور می پزند. آب کوفته گندم را با آرد آمیخته روی تابه خاصه می چینند. باید میانشان فاصله باشد زیرا که زباله های گرفته پهن می شوند و به هم می چسبند. تابه را روی آتش نهاده تنور را محکم می کنند. پس از چند ساعت سمنک آماده می شود. تفش گذشت لذت غیر عادی دارد و هم سمنک گرم را در طبق با یاری قاشق کوفته کف زده روغن مسکه همراه می کردند که خیلی خوشخور می شد. آن را چنگالی هم می گویند که خیلی مفید است و در این میان سرود نیز می خواندند. سمنک شیرین یاره، سمنک عجب نگاره، سمنک زیبی بهاره، عید نوروزی مبارک. یک سمنک در جوشه، روغن گاو در روشه، دخترک ها رو پوشه، عید نوروزی مبارک. اینجا من یک چیز گفتم معنی سمنک شیرین یاره. معنای این به فهمیش مردم شیرین یار به معنای فراهم سازنده شیرینی و شیرین آور می باشد. یک نکته دیگری که در میان هست در باب شیره، شیر و سمنک. اپای داشتم نسبی با اسم صناعت بی. زنی قامت بلندی پوره و خیلی زیبایی بود. هرگاه که روبرویم می آمد با تبسم می گفت صدقه دادری خرابمی. حالیم گوشت نگرفته ای؟ و با خنده می گفت که تو دیگر فربه نمی شوی. از کجا رنگ بگیری که شیرت من خوردگیم. زالی و تبسم معنی دارش سبب داشت. هنگام قدرسیش دختری لاغر و ضعیف و بیماری بوده است. طبیبان دوایش را شیر مادری جوان نوزاده می شمارند. پس از تولدم به نصیبه من شریک می شود. اول مادرم نیم پیاده شیر به او داده باقی مرا می مکانده است. با همین اپای صناعتبی از بیماری رهیده به افغان پهلوان به شوهر برآمده صاحبی فرزندانی می شود که تن و توش رستمانه دارد. پیشگفتار بخش به خاطر آن بود که به شیر و شیره و شربت توجه شود. از مهمترین جزء سمنک شیره گندم است. پژوهشگران در همه گیاهان شیره را مبدأ اساسی و برای انسانها شیر و مایه زندگی دانستند. شیر مادر را برای طفل یگان انواع غذایی عوض کرده نمیتواند. شیر غذای نخستین انسانها و حیوانات می باشد. از سفیدی پاکی در همه ملت‌ها به صورت نماد فراوانی، حاصلخیزی و غذای درمانبخش شناخته می شود. فرزندان دهه از خاصیت‌های شیر آگاهند. شیر نودوشیده عجب لذتی دارد که زاده قشلاق می داند. انواع با شیر آماده شده شیر برنج، شیر چای، شیر روغن، شیر کدو، فله بیماران را مفید و سودمند و مردمان سالم را نیرو بخش است. غذاهای پرهیزی را از آن آماده می کنند. اگر در جشن تیرگان نشایسته آماده نمایند در عید صدق غذاهای شیری و کاچی برتری دارد. در دهات به چشم دردمند و گوش شیر می دوشیدند. صبحگاهان غذای اصلی مردم شیر است. از دوغ و ماست و پنیرش مردمان عالم فراوان استعمال می کنند. از همین رو گفتند که کلام سیال خداوند با شبنم، آب، شیر، شراب و عسل قیاس پذیرند. زیرا کلام او چون آب زندگی را به وجود می آورد، چون شیر رشد موجودات زنده را موجب می شود، چون شراب به جوش خروش می آورد و چون عسل قدرت درمان و حفظ سلامتی را دارد. و می گویند که شیر همچون رمز ماه و بهار معرفی می شود. ماه را در اساطیر ایزد چاروایان و رستنی ها قلمداد می کنند و سومه را با آن همزاد می شمارند. از عهد باستان باز یک همبستگی طبیعت را با تخیلات انسان ها احساس می کنیم. شیره گیاهان نیز بهاران با تن و بدن و نوده و برخان می دمد و به وسیلهش قد می کشند و نماد سبز می گیرند که زمان شکوفایی است و رمز جاویدانی. یعنی شیره گیاه نه تنها غذای نباتات و استعمالش مراسم عرفی و آیینی، بلکه اشاره به ابتدای بیداری نیز هست که در رنگ سبز تجسم می‌یابد. در ادبیات پیشین ما رسه سانسکریتی همان شبنم و شیره است و در یونانیان است که شیره گل را نکتر می‌گویند.
با قول عارفان درک محصول دانه نورسته سبز برای انسان زمین نه، بلکه در عالم علوی درک شونده است. همکنون در سومانک شیره و شیر و شربت و سبزی را در پیوستگی مدام تلقین میکنیم. از همین است تا کجای اسرار جاویدانگی را در خود مرموز می‌دارند. اثرهاست که در این مورد متفکران اندیشه دارند. برای تقویت گمانها نمونه‌های تازه می‌آفرند. خضر را با لباس سبز می‌بینند. در اسلام پیامبر را خلعت سبز می‌پوشانند. در عصرهای میانه طبیبان پوشاک‌های سبز به تن می‌کردند که به بیماران اثری نیک داشت و تا هنوز رمز طبیبان رنگ سبز است. در مجموع میتوان حد زد که سومنک اکسیری حیات است و غذای آزادگان. شنونده ارجمند، یک نکته خیلی مهم است که سومنک در جهان تکنولوژی نو چه اهمیت دارد. خب بشنوید مردم صالح عالم رو به مشاهده، دانش و تجربه پیشینیان دارند. حکمت و باورها بس شریفند و در خور طبیعت انسان. از سیاست پیروزی بر طبیعت بر شناخت آن گام‌های جدی می‌بردارند. این همه بی سبب نیست. علم امروزه ثابت می‌کند که در ترکیب سبزی گندم ماده‌های وجود دارند که با جوان کردن عضوها مساعدت می‌کنند، یعنی آنها را نیرو می‌بخشند. در حالی که در اولی بهار تن جان سوس می‌شود و به کالری نیاز دارد. 2 ساله بیشتر است که هنرمندان هالیوود هر صبح از آب سبزی نورسته 25-30 گرم می نوشند که به تن نیرو و به چهره نور و صفا می بخشد و در علم امروزه اروپا با نام ویتگراس شهرت دارد. آنها مثل مردم ما گندم را در ظرفها می خوابانند و پس از سبزیدن قسمت بالا را 2 کارده زده با شربت صافگر انداخته به بالایش 50-60 میلی لیتر آب اضافه کرده تا برآمدن رنگ و شیره کار کرد میکنند. پس آن 2 کس میتواند به ملال آن را نوش جان کند. منظور اهمیت سبزه را صدها سال قبل نیاگان ما میدانستند و واقعی است که سومنک غذای فرشتگان و آزادگان بوده است. شنونده ارجمند، ما در مجموع هر چه گفتیم را میتوان فلسفه دهات یا مشاهده از زندگی نامه مردم دهات نامید. ابن خلدون نوشته بود: فن تاریخ را روشی است که هر کسی بدان دست نیابد و آن را سودهای فراوان و هدف شریف است. چه این فن ما را به سرگذشته ها و هویه های ملت ها و سیرت های پیامبران و دولت ها و سیاست های پادشاهان گذشته آگاه میکند و برای آنکه جوینده آن را در پیروی از این تجارت و در احوال دین دنیا فایده تمام نصیب می‌گردد. پایان اقتباس از ابن خلدون. متکای ما در پیشنهاد مواد اندیشه و افکار همین و دیگر بزرگان گذشته بود. تاریخ را تعریف کردن و با خیال بافی زینت دادن به نفع ملت و دولت نبود. ما در صحبت همین رویه را کار گرفتیم. زندگی نامه خلق و دولت ها هیچگاه به یک مرام صورت نگرفته است. شکوفایی بود و تنزل و اوج بود و افتیش. در این روند نقش شاهان و حاکمان و شخصیت های وطن پرور در پیشرفت و آبادانی مملکت مهم بود و تاخت و تازهای غنیمت جویان از سرزمین پرثروت کشورها را به خرابی و خونریزی می‌کشاند. تاریخ جد بزرگمان شخصیت ها را یاد دارد که با فراست و اندیشه نیک، جسارت و همت با آبادی ملک کشور و سعادت مردمانش سبب شدند. در صحیفه های تاریخ به گلخط ناستانی حق شدن نام های کوروش کبیر، داریوش بزرگ، مهرداد، انوشیروان ساسانی، یعقوب ابن لیث، اسماعیل سامانی از عملهای نیک و رعیت پروری ایشان است. همین زنجیره فرزانگان در سیمای پیشوای ملت پرزیدنت مملکت امام علی رحمانی ادامه می‌یابد که توانست مردم پریشان را گرد هم بیاورد و کشوری در ورطه هلاکت را جان دیگر ببخشد و با همت مردم تاجیکستان کشور را به گلستان سرسبز تبدیل بدهد. تاریخ فرزند نازپرور ندارد. نامهای خائنان و عملهای خیانتکارانه‌شان را نیز در اوراقش به طور ناستودنی ثبت می‌کند. هرچند در گردش مرحله ها و حوادث و پدیده ها نقش شخصیت ها خیلی بزرگ است،
اما تاریخ فقط از سالهای سلطنت شاهان و سلاله ها، دولت های علاهیده و جنگ و خونریزی عبارت نیست. خلق است که پیاده سازنده ایده های برتر و بهین بود. این علم را با شناسنامه و کارنامه چند کس نمیتوان آفرید. تاریخ ملت ایجاد ملت است که در اندیشه، دانش، فرهنگ، صنعت، دین، عنعنه و مبارزه شرفمندانه خلق منعکس می شود. در مجموع بها دادن به مرحله های مهم و بررسی پدیده های فراگیر قانونمندی تاریخ است، ولی مراجعت به جزئیات، آموزش برد و باخت خطه های علاهیده نهایت مهم می نمایند که در انعکاس منظره عمومی سهم بگیرند. زندگی و روزگار دهاتیان دفتر سبز ناگشاده است. هر قدر که درباره‌اش می نویسم باز هم به عمق اسرار فرهنگ دهات رسیدن دشوار است. گاهی آنها می نویسند که از این روزگار خبر ندارند. آنهایی که زاده دهاتند امکانیت و فرصت نوشتن را ندارند. در همین اوضاع تشبس‌های پیشوای ملت به آموزش پهلوهای نگرانده شده است که از معرض توجه دور مانده‌اند. و صحبت و نشست‌ها روشن می‌کند که پرزیدنت مملکت امام علی رحمان از جزئیات فرهنگ ملی که بنیادش در دهات است کاملا آگاه میباشد. در حاشیه آموزش کتاب علامه غفورов تاجیکان که به هر ساکنان تاجیکستان رسانده شد، برای عالمان امکانیت دست داد به تاریخ و فولکلور دهات و نواحی کشور دقت نمایند و نیز یقین است که نه همه آثار در زیر خاک نهفته آموخته شده‌اند. آموزش تاجیکان غفورov آموزش ارکان و روای خودشناسی و وطنداری است. راهنمایی و تشویق کتاب تاجیکان از طرف پرزیدنت مملکت پیشوای ملت امام علی رحمان تنها همین نیست، بلکه رسیدن به ارزش و دارایی خلق تاجیک بوده است. وظیفه ما تاریخ نگاران آفریدن تاریخ نیست. تاریخ کشور را ادیبان و عالمان نمی آفرند، بلکه سند و زندگی نامه می زنند. تاریخ ایجاد مردم سرزمین است، ایجاد قهرمانان است و جایی است که مثل گذشته را در ایجاد و عملشان منعکس نموده جاویدیت بخشیدند. این بود آن برداشت هایی که شما از تاریخ دهات تاجیک در کتاب داستان ناسکول شنیدید. سلامت و سربلند باشید. انجام گفتار 35. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانی بک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.